عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. بر خود در کام و آرزو در بستم و از منت هر ناکس و کس وارستم. جز دوست چو کس نیست که گیرد دستم، من دانم و او چنان که هستم. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. گر با خردی تو حرص را بنده مشو، در پای طمع خار و سرافکنده مشو. چون آتش تیز باش، چون آب روان، چون خاک به هر باد پراکنده مشو. با درد بساز تا دوای یابی، و از رنج منال تا شفای یابی. می باش به وقت بینوایی شاکر، تا عاقبت الامر نوای یابی. خیمه خیام.